سلام رفقا، چطورید؟ من هستم چه هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز میخوام اتفاقات و سوتی هایی که توی مسابقات المپیک انجام شده رو با هم دیگه ببینیم. پس بدون هیچ معطلی تو هم حتما لایک کن و کامنت بذار و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم فعالش کن. یا اینستاگرامم اینجا میاد. اینستاگرام اگه دوست داشتی فالو کن. بریم سراغ ویدیو. Let's go. یا خدا. Wow, look at this. اون شد همینجا شکست. Just snap about halfway down. He's so lucky that you can tell me more still. خوب شد همینجا شکست. میرفت بالا میشکست دیگه هیچ. این دیگه چی بود؟ ماشاءالله. ایول. چی شد؟ قیافش بار شده فکر کنم. خب اوه الهی افتاد. دلم واسش خیلی سوخت. That's the case now, and we're 4 minutes in, and that's catfish number 5, I think, on the towards, and another catfish. یکی از تماشاگران ماهی انداخته. ماهی زنده است. خب مسابقه دو میدانی چی شد؟ یکی اینو از وقت بکشه. اصلا حواسش نیست. خیلی این سخته. اوه اوه یه بار دیگه نکن. میزنه زیرش با دوربین. ماشاءالله بدن دم کرده. اوه توی گل زنبور داره. فکرشو کن با اون قیافه با اون هیکل از زنبور فهری باشی. بذار شروع بشه. بذار یه قدم بری جلو. شیرجه به سوی داورا. البته میز داورا که نبود. اوه خدا. اوه اوه اوه. همین اولی مانه. یا خدا این چقدر سخته. دیگه حق دارم واقعا سوتی بدن. چه شانسی. یکی بیفته همه میفتن. بیا 3 نفر انداخت. خوش بالا اون 1 نفر که اول شد. واقعا چه امیدی داشت اومد. البته دمش کم با اون ارادش. چه زود پرید. از استرس زیاد زود پرید. یا خدا. اوه کمرم. شهوارشو ول کن لعنتی. الان دستو قرمز میگیره بالا. الان دستو قرمز میگیره. با حسن با تو شرط ببند. خوب شد. خب یا خدا. خوب. چی بود؟ چرا اونجا پشتک اینجا خوب جمعش کرد ولی دیگه ادامه نداد.
چی شد؟ با بادش افتادی؟ ماشالله. اوه فکر کنم باید می نشست می پرید. اوه خدا. مگه میشه؟ ولی فکر کنم گل حساب شد چون از تور رد شد اومد بالا. Therefore, the Australia. All of the Australian weightlifting records in this weight category and the one below. Perhaps not. درسته دیگه شما اعتقاد ندارید زیر بغلاتون رو بزنین. بد میدونین. نمیدونم چرا خارجی اینجوری ان تمام بدنشون تمیزه زیر بغلاشون نمیزنن. یا دیگه مسابقه اومدی دیگه خودت ترتمیز باش. شه حالم به هم خورد. کجا رفت اونو بگیرش. یا خدا ماشالله. اشکال نه شادیه. شلوارش اومد پایین. اینقدر دیگه دست پا چلفتی. آدم جوگیر به این میگن اومده مشعل داره خاموش میکنه. فیلم بردار بچه، فیلم بردار نها کنید. از اونا سریعتر میداره. خدای من ایول طلا تو داری. اینا عدات در میارن. این خیلی حال میده. سر میخوری تا پایین توی برفا. جارو اونجا چیکار میگرد؟ جارو اونجا چیکار میگرد؟ البته واسه چیز برفا رو میخواد چیز کنه، فکر کنم صاف کنن یا تمیز کنن. ولی فرچه اونجا چیکار میکرد دیگه؟ بیا دست با چلفتی بهم میگم. بیا یارو داغون کرد. خب مقصر خودت بودی. ماشالله. به به لحظه شیرین اهدای مدال. بچه اون اولیه خوشگله نه؟ طلا اشتباه انداختن گردنش. واو چقدر اینا پلشتن. حقش اون خانوم به اون خوشگلی بعد اول میشد. البته من نیم رخش دیدم، الان ببینم تمام رخشو. تموم شد. چرا قیافه اینجوری میکنه؟ خله یارو. داداش جلو تلویزیونه. میتونه؟ اوه بدبخت. زور نه. یا خدا بچه رو داغون کردی. ماشالله. اوه سرم. اشکال نداره، تو همیشه قهرمانی عزیزم. گردنش خورد شد. اون دیگه گردن دیگه آدم سابق نمیشه دیگه اصلا کلا ترکید.
اوه این من قدیم کلیپ خیلی قدیمی شد این کلیپ. آره شرکت کنندم بود خود دختره. ببین نابود میشه وقتی میخوره بهش. اوه بد نابود میشه. ماشاءالله. ببینم چه میکنی. اوه نما خب چرا گوشی با خودت میاری داداش؟ وسط مسابقه گوشی چیه؟ لعنتی. ماشاءالله. اوه کلاگیسش افتاد. چرا کلاگیس میذاری عزیزم تو مسابقات؟ دیگه آبروش رفت. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چون اگه شما لایک کنید این کمک میکنه که ویدیوم بیشتر دیده بشه و من باز انرژی بگیرم و بیشتر ویدیو واسهتون بسازم. و اگر کامنتی دارید نظری دارید حتما تو کامنت بنویسید که اگر انگلیسی باشه چه بهتر، یه چیز فینگلیش یا انگلیش بنویسید توی کامنت ها. حتما کامنت بذارید چون اگه کامنت نذارید بازدیدتون حساب نمیشه. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه جدید هستید چنل من نرید حتما چنل من سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی بیای ویدیومو ببینی. اینستاگرامم اینجا اگه کار داشتی اینم فالو کن. تا ویدیو بعدی میبینید منم که اینجا زیر کامنت ها میبینمتون با کامنت های زیباتون. تا ویدیو بعدی پیس.